سلام دوستان عزیز، خدا کنه که همه در صحت کامل و لباس عافیت به تن داشته باشید. من از دوستانی که خواهان یاد گرفتن کویک بوک به شکل اساسی هستند، در این ویدیو کمکشان خواهیم کرد تا به هدفشان برسند. پیش از اینکه درباره کار عملی کارش شروع کنیم، چند نکته است که باید درباره‌اش صحبت کنیم. قدم اول، why we use QuickBooks or any other accounting software. چرا ما کویک بوک و یا هم سافتورهای دیگه حسابداری استفاده میکنیم؟ ما کویک بوک و یا هم سافتورهای دیگه حسابداری استفاده میکنیم به خاطر که قدم اول ریپورتینگ، تا راپور خود به سادگی بتانیم از پیش بگیریم. دوم، تایملی ریپورت، با وقت زمان راپور رو گرفته بتانیم. و دیگه سوم، راپور که میگیریم دقیق باشه که اشتباهات یادش نباشه. چهارم، حساب ورک و یا هم همین کارا که انجام میدیم سادگی در کارا به وجود بیاد. از این خاطر ما کویک بوک و یا هم سافتورهای دیگه کویک بوک مانند کویک بوک استفاده میکنیم. پیش از اینکه ما راپوردهی را بگیریم، راپور بگیریم از کویک بوک و یا هم دیگر سافتورها، باید که ما بوکیپینگ و یا هم دیتا انتری داشته باشیم که این ترانزکشن های یا معاملات روزمره که در تجارت خود استفاده میکنیم یا کار میگیریم باید که کل از ثبت شود. و پیش از اینکه ترانزکشن ها و یا هم معاملات تجارتی ما ثبت شود در کویک بوک، بخش اساسی و یا مهم که هست سیستم دیزاین و یا هم سیستم ستاپ است که اگر سیستم دیزاین و سیستم ستاپ ما در کویک بوک درست باشه، ما میتونیم که راپور خود به شکل اساسی و با موقع باید بگیریم شه. اگر سیستم ستاپ و یا هم سیستم دیزاین ما درست نباشه، ما نمیتونیم که راپور دقیق و یا هم به موقع از کویک بوک بگیریم. فلحاظ پیش از اینکه بخش‌های دیگر مثل ریپورتینگ و دیتا انتری را شروع کنیم، در قدم اول باید سیستم خود را دیزاین و یا هم ستاپ کنیم. در کویک بوک میریم. در کویک بوک 3 آپشن ما داریم که create a new company. ما قبلا کمپانی فایل نداشته باشیم و جدیداً میخوایم که کمپانی فایل جور کنیم، create a new company میگیم. اگر قبلا ما فایل کمپانی یا کمپانی فایل داشته باشیم که ستاپ یا دیزاین کرده باشیمش قبلا، باز از آپشن دوم open or restore an existing company استفاده میکنیم. و آپشن سوم open a sample file. این تمپلیت یا فایل هاییست که قبلا جور شده و بیس از میگه کویک بوک میگه شما پروداکت بیس بزنس هست یا سرویس بیس هست که دیزاینش آماده شده، از این بخش میتونیم که ما را کمک میکنه تا همین کمپانی فایل خود جور کنیم. فعلا ما این بخش رو کار نمیگیریم، فقط ما بخش کریت نیو کمپانی را کلیک میکنیم. نیو ویندوی که باز میشه، دیگه از پیش ما سوال میکنم Who are you creating the company files for؟ می کمپانی را که شما جور میکنی برای کی جور میکنی؟ For myself I am admin، به خاطر خودم، من خودم ادمین هستم، و یا هم for someone else، به خاطر کسی دیگه جورش میکنیم. میگیم for myself، به خاطر خود جورش میکنیم. start setup. اونجا خود کویک بوک ایمیل آدرس ما رو میخواد که بعدا باز میگیم ما ساین این میشیم. قدم اول بزنس نیم، نام کمپانی رو نشته میکنه که کمپانی ما چی است. به طور مثال ما میگیم کمپانی ما کمپانی مخابراتی است. مثلا نشته میکنیم تلکام کمپانی. اندستری یا صنعتش کدام بخش میگه شما استفاده میگه که سعی کنیم دیگه بخش تلکامیونیکیشن یا مخابرات نیست، از خاطر ما استفاده میکنیم سرویس بیس بزنس انتخاب میکنیم برش. جنرال سرویس بیس بزنس تایپ. در بزنس تایپ چند کاتگوری ما شما داریم که میگه کمپانی شما یا پارتنرشیپ هسته، کارپوریشن هسته، اس کارپوریشن است، نان پروفیت است و یا دیگه چیز است.
خب ما باش استفاده میکنیم، کارپوریشن میگیریم. کمپانی ما شرکت سهامی است. ایمیل آدرس ادمین ایمیل نوشته میکنیم، مثلا ایمیل خود باش فعلا نوشته میکنیم. شما میتونید باز از شرکت نوشته کنید. در بخش امپلایر ایدنتیفیکیشن نمبر تشخیص یا جواز شرکت هم میگیم باید نوشته کنیم که در افغانستان هم آیسا جواز شرکت برای ما نمبرش میده رو میدونید دیگه بزنید. خب معمولا اینو به خاطر یونایتد استیت نباشه که اونا نمبر خاص برشون میده دیگه نوشته میکنه. بر فعل این خالی میمانیم. بخش فون شماره تلفن نوشته میکنیم به طور مثال 0700 یک نمبر نوشتهش میکنیم به طور مثال دیگه. بزنس آدرس کمپانی ما رو نوشته میکنیم که در کجاست. آدرس کمپانی ما به طور مثال کابل افغانستان. کدام شهر است؟ کابل. زیپ کد چند؟ زیپ کد مثلا از کابل میگیریم باشه 1001. استیت کسی یا گولش مربوط ایالت های امریکا میشه که دیره میمانی میشه. و در بخش کنتری از که افغانستان دیگه نیست در استفاده میکنیم. مشخصات را که نوشته کنیم یک چکش میکنیم کلش اگه ملاحظه چیز نباشه کریت کمپانی فایل میگیم باش کریت کمپانی. حالا این فایل ما که جور شد دیره در کجا سیف کنیم. ما میگیم در دسکتاپ را در درایو دی ده میخوایم که سیفش کنیم. نامش چی باشه؟ مثلا تلکام کمپانی. سیوش میکنیم. خب کمپانی فایل ما کریت شده. دیگه بخش‌های بعدیش انشالله که در ویدیوهای بعدی درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. دیگه از همتون تقاضا دارم تا چینل ما رو سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی ما هم بر شما بیایم و پروسه بعدی را با هم پیش بریم. بخیر باشین. وقت خوش. خداحافظ همه‌تون.